درود به تاجیکستان. عیارم بیا، دلدارم بیا. من هنوز اون موسیقی قبلی آره. عیارم بیا از مبارک شو. شما میدونی چرا؟ چون الان دوباره میخوایم به مبارک شو استاد مبارک شو ریاکشن بریم. اسم آهنگم امشبه. میشه. عیارم بیا. بچه چطورین؟ خوش اومدید به چنل خودتون. های my name is امیر. خوش اومدید به چنل خودتون. امروز اومدیم به مبارک شو استاد مبارک شو ریاکشن بدیم به درخواست شما به آهنگ امشب در کنار پدرم. واسهتون معلومه که اینجا دو بیتیه. بله دو بیتیه. تو دل هم دو بیتیا فرو رفتن. اسم دو بیتی هم من زودتر میگم، اسپویل میکنم. فراق یار. بله. با عرض سلام و درود به همه شما عزیزان سروران تاجیکستان. اسم شعر رو گفتی. فراق یار. به هجر یار خود نالم شب و روز، سراسر آتش است و آتش افروز. ندیدم لحظه ای آرامش دل، که با این دل چه ها کرد عشق جانسوز. به هجر یار یعنی از رفتنش. آره دیگه، هجران دیگه، هجرت دیگه، رفتن دیگه. بازم من میگم عیارم بیا، دلدارم بیا، هجران نشو نرو. هجرت پس چرا میگن هجران؟ هجرت یعنی میشه رفتن دیگه. رفتنه. هجران میشه دوری. آها حله. پس لایک کامنت سابسکرایب بچه یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. بریم تاجیکستان به پیش. امشب قصه گوش نکنی، فردا مرا چون قصه گوش نکنی. ایشون استاد مبارک شوان. تچره ای از استاد فرهاد مهراد. آره خیلی فرهاد مهراد نیست یه ذره. نمیبینیم چون کیفیتش یه خورده چیز میشه. میخوای عینک بزنی؟ با عینک بزنی نمیتونی ببینی اونو. حالی بکنی. میتونی ببینی؟ اون یکی خیلی تاله. الان چی؟ بهتر نشده یعنی؟ عالی که باشه. نه این که از همه زاویه یکیه. فکر کنم به خاطر ویدیو چون قدیمیه. بله. امشب چقدر آهنگش قشنگه. باید دارم گیج میشم. اوه سلام. دیدی یه لحظه اینجوری داشتم باش میرفتم. خودت هم اینجوری شدی یه لحظه؟ نشدی نه؟ من رفتم باش. نگاه نه اینجا نه. نگاه من نمیدونم چرا یهو رفتم. صف شد؟ الان خوب. ماشاءالله. امشب به قصه دلم گوش میکنیم. بابا یه چی بگم؟ جانم. من حیرت زدم. چرا؟ چه میگم گفتم 50 سال جلوتر از خودشه آهنگ.
ببین سبک شو هیچ وقت قدیمی نمیشه. من اینو 100 سال دیگه هم گوش میدم. 100 سال بعد از ما گوش میدم. هست. تو بعضی از آهنگا رو دیدی، بعضی از آهنگا حالا من یعنی کلام ببخش اینجا مثلا داریم اونهایی که قدیمی خوندن آره الان که پخش هایده، می‌کنه مشخصه. فرهاد، نه دلکش، مرضیه، آره مرضیه، اینا که میذارن مشخص میکنه که این قدیمیه. ولی باز میشه گوش کرد. تاریخ انقضا نداره نه انقضا که نداره. دیگه. امشب به قصه دلم تو گوش میکنی، فردا فردا مثل که- همین قصه منو فراموش میکنی. دفعه شد فلان. امشب 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 داستانم رسانگی در آغوش گیر اومد ای ما کی دست در آغوش میکنی چرا باید اینجوری باشین؟ چه عشقیه؟ خیلی به جزئیات توجه میکنم، نمیدونم همه اینجوریه. عشق میخوای زیر سوال ببری؟ اگه عشقه پس چرا میرن؟ ها؟ اصلا میشه گفت عشق به اونایی که میرن، یا اونایی که میرن اسمشون اصلا عشق نیست. اگه عشقه باید بمونی بسازی دیگه. پس اونی که امشب مثال بهش بگی فردایش بره فراموشت کنه، گی عشق نیست. فکر کنم بهش میگن عشق یه طرفه، که استاد مبارک شو الان اون عاشقه و اون شخص عاشق نیست، که به این میگن عشق یک طرفه. همیشه نیست که دو طرف عاشق باشن. اون میشه یه عشق واقعی دو طرفه. بله. این هم میشه. داستانم رسانگی در آغوش گیر اومد ای ما کی دست در آغوش میکنی امشب 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 حالا می چیکار میکنم الان؟ داب اسمش میگیرم. چی میگیری؟ داب اسمش یعنی چی؟ یعنی مثلا خواننده میخونه بعد ندیدی یه سری از خودشون فیلم میگیرن لب خونی میکنن؟ نخونی؟ آره ویدیوشو میذارن. الان من دارم داب اسمش میگیرم با این آهنگ امشب. یادش بخیر بچه بودیم چقدر داب اسمش میگیره. امشب 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 کسی الان متوجه میشه که من هستم یه استاد افسرشو شادی. چرا؟ استاد مبارک شو کاملا جنبه فان داره، به سیس من نمیخوره این حرفا. یه بیتش هم به من نمیخوره. درام چی بهش میگن؟ درام؟ نه بابا درام چیه؟ نه اینو دارم میگم که میزنه اینجا دیگه بابا. او که جاز نیست. چیه؟ قبل چپره میزنه جازه دیگه. درام. نه جاز نیست. جاز چی هستن؟ جاز همونایی که میبینی گذاشته میزنه میزنن. اونه میدونی که اولی با ایران آورد دیگه. بایستا ویگن؟ بله. چیو؟ ویگن آورد؟ بله. مطمئنی؟ بله. چند سال پیش؟ 50؟ خیلی. 60؟ آره دیگه الان 50 ساله که فوت شده. چی؟ ویگن دیگه. ویگن سال فوت شد. بابا ویگن 2 سال نیست فوت شده. عزیز من. آقا حداقل 10 سال فوت شده. نه. با تلویزیون 10 سال پیش داشت نشون میداد که به خاطر سکته قلبی فوت شده. من دیدم میگم 2 سال چیه آخه؟ میدونی چند ساله؟ اینا فکر کنم درامه. مثل شبال آن درام. نه وایسا درام. آره دیدی داشتم معرفی اینا رو میگفتم که ببینم شبال چی میزد. آریا شهر مستر شبال آن درام فکر کنم. ولش کن بیخیال بریم آهنگ گوش بدیم.
امشب داستانم رسایی در آغوش گیر اومد ای ما که دست در آغوش میکنی داستانم کاملا متوجه میشی دیگه نه به خاطر صداش من میدونم آخر من اینو میگیرم بیا ولش کن نه یه دارو خدا تو رو جان امیر تلفظش حالم نمیشه. جان میشه مگه میشه نشه به آقا. خدا اگر بعد از این خب این ایرپاد اگه مثلا الان نظری بعد اینکه ریاکشن ضبط کنیم واسط با گوشی بذارم میگه این همه چی بود این کیفیت نداره من دیگه ماه بعد میگیرم مطمئنم تو یه دقیقه شو گوش بده یه دودش ببین حالا ببین بهتر شد دیدی چی شد حالا بهتر شد ذره طریق خوب بازم طریق خوندهشو متوجه میشی اون اگر متوجه نشی تقصیر از اون ایرپاده من تازه متوجه شدم هر موقع مثلا گفتم چی میگه بعد رفتم ریاکشنی که خودم دارم اصلا ریاکشن خودمو نگاه میکنم تو یوتیوب یا اینقدر واضح بود الان بچه‌ها فکر می‌کنن من نفهمیدم بچه‌ها مشکل از این ایرپاده آره امشب با هم بخونیم تموم شد خوب شد نجاتم داد. خیلی بالو داری نه؟ خوب بود. عالی بود بچه ها اینم از درخواستی که شما کردین امشب شیقاتی کردم از آهنگ امشب و آهنگ چیزم که رفتیم ایاران بیا بعد یکی دیگه هم هستش که اونم بعد ریاکشنشو بگیریم سبزه با ناز میآید سبزه با ناز میآید آره شنیدی؟ نکنم خیلی باحاله اونم بعد ریاکشنشو بگیریم و من که حسابی حال کردم منم حال کردم استاد افسرشو شادی دلیل نظر و مبارک شو اونایی که خیلی قدیمی کارن خیلی دیگه هم هستن خیلی دیگه هم هستن واقعا اسطورن لژندن یعنی میدونی لژندن یه لیگ دیگه ای ان یعنی اصلا بحثشون سوایه مثلا همین الان که فراد مهراد هایده همیرا مرزیه اونا لژندن دیگه فرق دارن و همین فوق‌العاده بود عالی بود چقدر لذت بردی بی نهایت یعنی چقدر نمره میخوای بدی آره از بی نهایت بینم نمره چند حداقل بی نهایت نمرش بی نهایته بی نهایت چقدر 1000 تا 2000 3000 بی نهایت چقدر راستی نهایت نداره خود میگی بی نهایت اصلا آخرین شماره چقدره دقت کردی 1 2 3 4 شماره رقم شماره آخر چند میشه چند میلیارد هزار من چرا به هر چیزی فکر میکنم چه چیزایی فکر میکنم من چرا به هر چیزی باید فکر بکنم اصلا من فکر کنم نابغه دانشمند از همینجوری یعنی ممکن دانشمند بشن نه فکر میکنم جدی فکر میکنم همین الانش دارم فکر میکنم ولش کن همین الانش هم که دارم این حرفا رو میزنم دارم فکر میکنم آره دیگه تموم شد نه خداحافظی زیاد چقدر شبیه امشب دو اگه دوست داری واسه بچه‌ها بکن یا اگه دوست داری کلام آخر هر چی صحبتی کنی بکن که بعد بریم از خداوند بزرگ خواستارم به تمامی مردم سلامتی تندرستی لبیش خندان دلی شاد بده و هیچ چهره غمگین نباشه آمین یه روح مریض زودتر از یک میکروب میتونه آدمو بکشه بله
امیدواریم که روح هیچ کس مریض نباشه، یه روح بیمار. هیچ کس روحتون چی باشه؟ روحتون بیمار نباشه، دکتر باشه. سبزوار باشه. چقدر باحال نه؟ روحتون بیمار نباشه، دکتر باشه. چقدر بامزه. بهتر قطعش کنیم دیگه، دارم کم کم زده میکنم. شاعر میشه. آره یا شاعر میشم یا دارم کم کم پروفسور میشم. خیلی دوست داریم بچه‌ها. اگه دوست داشتین با لایک کامنت خوشحالمون کنید، سابسکرایب، زنگوله رو بزنید، دیلینک که ویدیو بعدیمون هم ببینید. اتحاد فارسی زبان‌ها و تاجیکستان به پیش.